وزیر دروی روسیا سرگی لافروف لگل سکرتری واتیکان کنفرانس که روزنامه‌وانی ساز کرد گفت کریارین امریکا لسوریه به تایبەتی لروجلات فرات دبه سدم و یکی کو پرسا کرد آلوز ببه چاره سر نبه. لافروف گفت امریکا پشتگیری هنک آلیین کردی دکه که دخوازن جسوری جدا ببن. افجی ریل بر چاره سر کرنا پرسا کرد گره لسوری. وزیر دروی روسیا هر وها گفت دوی کرد خواه بشک جسوری ببینن و پیوندی وان و که موسکو روسیا بنونرین کردان را خورتن او آمدن مافی وان یه روا لسوری گارانتی بکن به تایبەتی د دستور نویا سوری ده. لافروف هر وها گفت نصیحتا من جبو کردان اوه کل پی گوتنین خوش ین دوستین روسیا ین امریکی نچن. اف لافروف بیجه جبر کو کریارین امریکا ند برجواندیا کردان دایا. هر وها اشکره کر کو دوی امریکا جناوا خاکا سوریه درکفه.